بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترامات خدمت یکایک شما بینندای عزیز، دوستای محترم. ما امروز تایمر دیجیتال هفتگی را برای شما معرفی میکنیم. دوستا، این تایمر را که در دست ما میبینین یک تایمر دیجیتال است که ما میتونیم تا یک هفته ای را برنامه بدیم، از شنبه تا جمعه. دوستا، کاربرد بسیار زیاد داره این تایمر. میتونیم از این تایمر برای لایتینگ های نما یا کدام پمپ، روشنایی یا هر چیزی که نیاز به تایم داشته باشه از این تایمر هفتگی ست کنیم. دوستا، این تایمر که است داخل خود باتری داره. زمانی که ساعت از این ست میکنیم دیگه تغییر نمیکنه، چون خود از داخل خود باتری داره. دیگه ضرورت به این است که به حساب اگر برقش قطع وصل بشه، همون تایم را که ما دادیم در اون تایم ست میشه. دوستای عزیز، شما قسمی که میبینین یک صفحه نمایشگر داره، یک دانه نمایشگر LED آن آف داره. زمانی که نمایشگر روشن شه و خروجیش آن میشه. دوستا، سویچ D برای روز است، H برای ساعت است، M برای دقیقه. نگه دوستای عزیز، این پوینت پایین که از خروجی هایش است و اینجا برق ورودیش. دوستا، ما را برای شما وصل میکنم، تنظیماتشان بر شما یاد میتونم، نحوه استفادهشان. این لاین های از را وصل کردیم. ما لاین برق دادیم در 1 و 2 برق AC 220 ولت. پس یک دانه گروپ وصل کردیم، نولش در برق ورودی و خروجیش هم در خروجی ریله. دوستای عزیز، قبلا براتون گفتم دی از روز است، سویچ روز، H ساعت است، M دقیقه است، اینی پیک است، امی به حساب تایم را که میخوای ست کنی او است، و اینی توگمه است به خاطر تنظیم ساعتش است. توگمه ریسیت هم که است، زمانی که همراه یک چیزی نکته زیر فشار بتیم کل از پس دوباره هر تایم را که دادیم از سر ریسیت میشه. و یک سویچ داره برای منوال و اوتو. زمان از این سویچ میتونیم مثل منوال هم استفاده کنیم. زمانی که میره میزنیم حالت منوال است. دوستای عزیز، حالا ما تایمر را تنظیم میکنیم که شما نحوه تنظیمش را ببینین. دوستا، اولین کاری را که میکنیم این را ریسیت میکنیم. این زمانی که ریسیت کردیم کل تایمایی که قبلا گرفته بود دلیت میشه دیگه. بعد از زمانی که بخوایم تایم از رو تنظیم کنیم باید یعنی سویچ ساعت فشار بگیریم. اولین کاری که میکنیم هفته روز به حساب تعیین میکنیم که روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه کدام روز باشه که ما روز یک شنبه موندیم. دوستا، بعد از 2 ساعت است که ساعت از هم 24 ساعت است. 17 دقیقه است. دوستای عزیز، این 17 ساعت از این تنظیم کردیم، اینال دقیقه شما از این تنظیم میکنیم. 17 دقیقه. دوستای عزیز، این ساعت ما تنظیم شد در روی 17 دقیقه. نگه اینال ما این ساعت خود دستگاه است که دستگاه در اینمی ساعت است. زمانی که ما بخوایم یک تایم ست کنیم با سپیر میزنیم. دوستا، یک خوبی که داره ایست که 20 تایم میتونیم ست کنیم آن آف شه. مثلا در طول یک هفته تا 20 تایم میتونه ست کنیم. مثلا در روز شنبه از این ساعت روشن شوه تا این ساعت خاموش شوه. دوستا، شما ببینید اینجا مال روزش میکنم. این فقط روز شنبه میمونیم. روز شنبه اینی آنش است. ساعتی روز شنبه ساعت 17 و 19 دقیقه باید آن شود. 17 و 19 دقیقه باید آن شود که همون 2 دقیقه بعد از اینکه چی شد آن میشه. دوستا، اینالی اینجا آن است. این ساعت 17 و 19 دقیقه آن میشه در روز شنبه. دوباره ایره میزنیم، این آفش است. کد 1 آن و آف داره. آف از ایرام تنظیم میکنیم. دوستا، در روز شنبه 17 و
17 و 19 بود دوستا. این 20 تنظیم میکنیم که 1 دقیقه لایت ما روشن مانه. این دوستای خود از تنظیم شد. این حالی که ایره بانیم اینه دوستا 17 و 19 روشن شد. 1 دقیقه روشن میمونه. بعد از 1 دقیقه دوباره خاموش میشه. باز ما میتونیم 20 تایم مختلف هم رقم سیت کنیم. مثلا ما یکیش 17 و 19 دقیقه سیت کردیم. مثلا میتونیم 18 و 10 یک تایم دیگه سیت کنیم. تا 20 تایم این قسم دیگه میتونیم سیت کنیم که 20 بار خاموش روشن شود در جریان 1 هفته. دیگه باز میتونیم میره تنظیم کنیم که کلی هفته روشن باشه یا تنها شنبه یک شنبه. یکی از هفته‌وار از دوستای عزیز. دوستا این ریلیز یکی از یک پوینت خروجی دیگه هم داره. یک پوینت دیگه هم داره که پوینت به خاطر است عزیز که دولتی که این لایت روشن خاموش است میتونه یک لایت دیگر هم روشن کنه. یک تیغه باز داره، یک تیغه بسته. فعلا این در تیغه بازش وصل است. ما میتونیم در تیغه بسته هم یک خروجی بگیریم. دوستای عزیزی بود برنامه امروز ما. امید که برای شما مفید واقع شده باشه. اگر کدام نظریات دارین خوشحال میشم که در کامنت بگوین. دوستا لایک و سابسکرایب فراموش نشه، چون یک جوان افغان اینقدر زحمت میکشه. شما با یک لایک میتونین به حساب ما را حمایت کنین. تشکر دوستا.